در کنار حسین قهرمانی هستیم، یکی از فایترهای آینده دار MMA ایران. حریف از کشور باختی نگو ساعت دارم بسم الله الرحمن الرحیم. دو بنده آبی اما حریفشون دعوت میکنم از جناب آقای سید انصار افتخار. میبینیم که سید انصار افتخار فایتر کشور افغانستان وارد کیج میشه. معلومه که یه فایتر خیلی خوب، ماشاءالله به این فایتر. حسن رحیمی. خب چیکار بکنم من؟ یکی از فایترهای خوب افغانستان رو میبینیم که اومده بغل دست ما، مهمون ما الان آقای حسن رحیمی که فایتر وزن چندی هستن؟ من وزن 84 کیلو ام. سلام عرض ادب خدمت تماشاچیان عزیز. قسمی که در جریان هستین مسابقه سید انصار افتخار با حریف ایرانیش. قرار است از سید انصار افتخار یکی بوکسران خوب افغانستانه که 4 تا 3 تا بوکس پروفشنال داره. ماشاءالله 3 تا بوکسی کارت داره، 3 تا سایت تپولوژی در سایت MMA داره. ماشاءالله یک فایتر در همه چیز تمامه. ماشاءالله. اصلا قبول داری که الان MMA تو سطح بالا با کشتی و بوکس تقسیم شده؟ قبول داری؟ آره الان دیگه چیزی که در MMA مهمه بیشتر کار میشه، یکی بوکس یکی چون هر کسی خاک نمیده، هر کس هم که خاک بده مطمئنا با کشتیگیر نیست، بره اون پایین دیگه باید جوجیتسو کار کنن یا رول بخورن یا اینکه ضربه بزنن ضربه بخورن. آره سید انصار افتخار ماشاءالله جوجیتسوش خیلی پیشرفت کرده. یکی از کشتیگیرای ما است که توانست در زون شمال بهترین کشتی‌ها رو بگیره و در جوجیتسو خیلی ماهره. آفرین. حسن خودت برنامه چیه؟ برنامه من چند تا مسابقه کردم، متاسفانه من 3 حریفم نمیشه مبارزه کنم، لغو شده میره نسبت به مریضی، بدنشون آماده نیست. بعضی‌هاشون منو میشناسن میکنم مسابقه اول میان، بعد میبینن من چقدر آماده‌ام، خاطر همین نمیام مبارزه کنم و تصمیم دارم که انرژی ایگل اگه من اسپانسری کنه مسابقه رو در نمایش بذارم. ماشاءالله بهت. حریفت هم کنسل کرد جلو داره؟ بله حریفت هم کنسل کرد جلو؟ آره حریفم یکی از بهترینای ایرانه، خیلی کارش خوبه، حریف همه چین تمومه. اسم چی؟ اسم حریفت چی بود؟ اسمش رضا قربانخانی؟ رضا قربانخانی که یکی از WNFC در سازمان مقابل خارج مبارزه کرده، نسبت به مریضی عاید حالش شده نتونسته آماده با مسابقه. آرزو موفقیت می‌کنیم برای آقا هستیم. ان شاءالله که آقا رضا هم خیلی زودتر حالش خوب بشه و برگرده به میادین. ان شاءالله.
در وزن 84 تا فایت می‌کنی؟ در وزن 84 تا فایت می‌کنی؟ بله من در 84 کیلو هم خدا کنه که بتونیم در مسابقه آینده با خوب بدرخشیم انشالله. بعد می‌بینیم که فایتر افغانستان، معرفی فایتر افغانستان. خب محمد انصار افتخار دیگه مسابقه شروع شد. یکی از فایتران افغان ما، خیلی فایتر خوب، خوش تکنیک، خوش استایل، تذکرهای لازم. آقای محمد سالاروند داور وسط داره به هر دو فایتر اعلام میکنه. میبینیم که زنگ شروع بازی بخوره و بازی شروع بشه. میبینیم که دو تا فایتر دست دادن با احترام. چیزی که من پیش بینی میکنم آقای سید انصار افتخار سر استاده بهترین بازی رو میکنه و امکان نکوت کردنش 80%. یعنی خوش فرم، خوش استایل. آره استایلش رو دوست دارم، واقعا خوش فرم، رقص پای خوب. هر دو تا فایتر دارن آنالیز میکنن، هیچ عجله‌ای هم نداره سید انصار. ببین چقدر خون سرد بازی میکنه. آره حرفه‌ای، فایت حرفه‌ای یعنی نباید خون سرد، عجله نباید کنی، مرتب شمرده. عجب ضربه ای از هوک دست چپ سید انصار افتخار. فایتر ایرانی که فکر کنم آسیب دید در ناحیه چشم. فایتر ایران فکر کنم آسیب دید در ناحیه چشم. اسمش چیه؟ منم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستای عزیزم. اوه یه حرکت دیگه. علی هوک عزیز. دست چپ. سید انصار عضو تیم ملی بوکس افغانستان نگفته فایت تموم کرد. کی او بود؟ ماشاءالله چیزی که پیش بینی کردیم. سید انصار افتخار مسابقه و ضربات مشت خوب نکوت کرد. تبریکش میگم. تبریک میگم به تمام مردم افغانستان و سید انصار، واقعا خیلی قشنگ. تو چه وزنی انجام شد این فایت ها؟ سید انصار افتخار آره در وزن 57 کیلو، یکی از بهترین MMA کارا و قهرمان بوکس افغانستانه. ماشاءالله چقدر خوب. من طرفدار فایتری ام که خوش استایل با تکنیک فایت کنه. برام مهم نیست ایرانی باشه یا افغانی. آره ایرانی افغانی فرقی نداره واسه ما ایران، افغانستان، تاجیکستان همه برادریم. ما فارسی زبونیم. با بخصوصا ورزش نماد صلح و دوستیه. شکی نکن غیر از این هم نیست. من الان بیشتر شاگردای خود من افغانی هستند. بچه‌های افغانستان بیشتر تو کمپ تمرینی تبریک میگم به سید انصار. ناگفته نمونه خبیب یکی از تجربه تو کارترین فایترهای افغانستانه. خیلی خبیب با تجربه است. آره به اسم عقاب افغانستان یاد میشه. خبیب افغانستان. افتخار انصار افتخار خیلی با اعتماد به نفس توی سید انصار افتخار یکی از پارتنرهای خودم هم هست. من با خود تمرین میکنه. آره خود پیش کی تمرین میکنی؟ مربیت که مربیم استاد بابک در رشته کشتی، رشته بوکسمون استاد خالد جبلیه، رشته ام ام مون استاد زلگی امیری و استاد نوید امیری. تو افغانستان کدوم فایتر بیشتر از همه دوست داری هستن؟ بله. تو افغانستان کدوم فایتر رو از همه بیشتر دوست داری؟ در افغانستان تو فایترهای افغانستان حمزه حیدری. حمزه حیدری کجا فایت میکنه حمزه حیدری؟ حمزه حیدری فکر کنم در وزن 65 کیلو مبارزه میکنه. یک کشور افغانستان یا خارج از افغانستان؟ نه افغانستان. یکی از استعدادهای خفته افغانستانه که بدبختانه بهت بگم که نشده که این رو بیاد. ماشاءالله خیلی مسابقه خارجی هم کرده اما اسپانسری خوب نداره که اینجور استعدادها رو بکشه به نمایش بذاره. واحد نژند چی؟ کسی که معروف ترین فایتر افغانستان بکنم در حال حاضر واحد نژند باشه. واحد نژند یکی از پارتنرهای خودم هم هست. یه آدم با اخلاق، خیلی با استعداد، خیلی خوب و من خیلی طرفدارش هم هستم که الان خارج مبارزه میکنه و خوش میدرخشه. من با امید موفقیت‌های بیشترش.
من خودم با واحد تمرین کردم، کمپ ما بوده، زمان که ایران بود تو کمپ ما بود، من تمرین کردم. واحد واقعا یه افتخاره، یکی از پرانرژی ترین فایترهای افغانستان. خلیفه آمد و یک تشکر خاص از ترینر فکرستان استاد وزیر زخیزاده عبدالسنجان. ماشاءالله ماشاءالله سید انصار افتخار بهترین فایتر ماست ماشاءالله، تبریک بهش میگم و باعث افتخار افغانستان مردمش، بخصوصا خانواده‌اش هست.